شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سینا با عریضه جوانزن 19 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که شب 28 و 29 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه هنگامی در کوچه نصرت الله مقسوم شهر دوشنبه قرار داشتنش شخص نامعلوم به طریق زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 19 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اینچنین گمان برشونده صبح بر وقت صحنه 7 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 06:40 دقیقه هنگامی در کوچه نصرت الله مقسوم شهر دوشنبه قرار داشتنش به یگان اساس جوان 21 ساله ساکن نوعی رودکی را مورد لطف‌کوب قرار داده، سپس با کارد در دستش بوده او را تهدید کرده 5400 سومونیش را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که شب 23 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه مرد 32 ساله ساکن شهر کولاب با سبب‌های نامعلوم از حیثیت اوباشه با مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغرانه ویران نموده از جیبش یک عدد کارد خواجگی‌داری معیشی را گرفته یک مرتبه به بدنش زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. 24 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه راننده موتورسیکل تمغه سوزوکی نورماتوف بختیار سال تولدش 1981 ساکن نوحیه دوستی هنگام حرکت کردن از سمت دهه کودامن 5 به سمت کودامن 4 از روده ادارهش نبر آمده به داخل کانال بتونی کنار را چپ شده است. در نتیجه خود راننده نورماتوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.